سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. قراره که فردا شب بریم یه استندآپ کمدی با خانواده خودم، همسرم و خالم اینا. و هیچ ایده ای ندارم این که میخوام چی بپوشم و قراره که امروز کمدمو بیام خالی کنم این پشت و با هم دیگه چند تا لباس بپوشم و حالا قشنگترینش رو انتخاب کنیم. دوست داشتم برای شما هم ولاگش رو بگیرم. و یه ضد حالی که خوردم همین 2 دقیقه پیش این بودش که اتوم کار نمیکنه. اومدم لباسم رو اتو کنم و میبینم که کار نمیکنه و الان قراره با لباسای چوبیک بیام. لطفاً حتما سابسکرایب کنید و خب میدونید دیگه کانال رو تازه شروع کردیم، قرار خیلی 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 خفن‌تر پیش بریم و نیاز داریم به حمایت‌های شما که انرژی بگیریم. پس سابسکرایب کنید، لایک کنید، یه کامنت دلی، یه چیز قشنگم برام بذارین. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. آپشنایی که دارم و میام میرزمشون رو مبل. واقعا هیچ ایده ای ندارم این که اینا رو چجوری میخوام جمع کنم، ولی خب ذاتاً میتونم یه تیپ اسپورت راحت بزنم، ولی خب چون هم خانواده همسرم هم خانواده خودم هستن دلم میخواد یکم شیک و پیکتر و رسمی تر باشه. اوکی. در نتیجه نمیدونم اونجا الان داخل سالن هوا سرده گرمه، من خیلی سرمایی ام. اگه لباس گرم بپوشم اونجا سردم بشه چه، یا اگه لباس با یه مانتو شلوار مشکی شروع میکنم. به نظر خودم این آیتم قشنگیه، یعنی میتونه یکی از گزینه ها باشه. نظر شما چیه؟ به نظرتون خوبه؟ کت شلوار مشکی. بچه‌ها لطفاً به اطرافم توجه نکنید، دیدید دیگه من همین الان ریختم اینا رو. بچه‌ها من گفتم تا حالا شال و شلوارم مشکیه، اون ستایی که با اینا میتونم بپوشم که یه ذره خستم. این لباسم هم پوشیدم همونطور که بهتون گفتم اتو سوخت، خدا نکنه شاید مشکل دیگه ای داره من نمیدونم، ولی کار نمیکنه. خودم ذاتاً با مشکی اوکی تر بودم. حالا بریم بعدیارم بپوشیم. اینم هست ولی نیستمش. شما هم بهم نظر بدین بچه‌ها، ولی خودم نیستمش همچین، چون واقعا نامرتب بودن خیلی تو مخمه. همین الان بچه‌ها دارم دونه بدونه دوباره مرتبشون میکنم که بذارم تو کمد. مشکی که واقعا همیشه عشق دیگه، من واقعا دوستش دارم، مخصوصا این دکمه‌های سفیدی که داره و این حالت گشاد و لشترش خیلی دوست دارم، ولی خب اینطوری هم احساس میکنم دیگه خیلی مشکی شدم. نه نمیدونم، بگید نظر بدید، نمیدونم. خب بچه‌ها اینم هست و اینو میتونم با شلوار یخی، شال یخی هم بپوشم، ولی خب ترجیح میدم همینطوری با مشکی اوکی تر اسم میکنم. باید لاغر کنم باورامو باور کنم. لاغر من اینه که هوا گرمه، چون هنوز اونجوری سرد نشده واقعا، پس ترجیحاً لباس گرم نمیپوشم. این چی بچه ها؟ نمیدونم. اینم توسیش خوشم آمد از گشاد بودنش و اینا، ولی نه یه چیز شیک‌تر. این مانتومو عاشقشم، رنگشو خیلی دوست دارم. بچه دقت کردید رنگ موهام چقدر قشنگ شده؟ بعد باورتون میشه که حناه. چطوره بچه ها؟ بگید تو کامنت ها بگید. میدونیم ساده و اینجوریه. اینم هست. چیکار کنیم؟ احساس میکنم بیشتر خودم رو گیج کردم. خب اگه تا قبلش مثلا بین 2 تا گزینه شک داشتم، الان بین 20 تا گزینه شک دارم. و اینکه دوست دارم یه چیز رسمی تر بپوشم، یه ذره شیک تر. نه اصلا جین نه. خدایی قبلی به بیشتر میمد. شما هم بگید اتوشو در نظر نگیرید. ولی احساس میکنم نمیاد. بعد شلوار چیزم دارم بگم دارم با این بخوام بپوشم،
ولی بازم نه. کت جین و شلوارای ستش هم دارم چند تا، ولی نه اون دلم زد اصلا اینا رو نمیخوام بپوشم. بچه‌ها خودم با دامن خیلی اوکیم، یعنی خیلی اوکی. کتم داره، حتی میتونم بدون اینم بپوشم با یه شومیز مشکی، اصلا نباشه این زیاد با این حال نمیکنم، مثلا یه شومیز مشکی چیزی اینطوری. شما فکر کنید من شومیز مشکی پوشیدم آستین دارم به خدا حوصله ندارم برم بپوشم. چقدر دامن ما خانمای ایرانی رو خانومتر نشون میده نه؟ جز لباسای آخره. نظرتون راجع به این چیه؟ نظرتون خوبه اینو بپوشم؟ ببین من تا اینجا انصافا با همون اولی اوکی، یعنی من اون اولی کت شلوار مشکیه رو نبدم روش. بقیه لباسام واقعا دیگه یکم گرم میشن یا دیگه ساحلی و اینان که نه نیستم و نظر خودم اینه که مشکیه بهم بیشتر میمده، کم جمع و جور و اینا. یه دونه کیف کوچیک برمیدارم با پاشنه بلند مشکی. مرسی که تماشا کردی. بچه‌ها یادتون نره لایک و کامنت و سابسکرایب ها، یادتون نره. و اما روز موعود و آماده شدنم. بچه‌ها اینجا داشتم بیهوش میشدم، واقعا خیلی خسته بودم، دیشبش خواب خوبی نداشتم، صبحم زود بیدار شده بودم. اوکی بریم سراغ اصل کار. بچه اول سرم هیالورونیک اسید زدم و قشنگ رو صورتم پخشش کردم، تایم نداشتم، سریع رفتم سراغ پرایمر و میخوام یه میکاپ خیلی خیلی حرفه‌ای و خفن بزنم. زیر چشمم یه کوچولو کرم دور چشم زدم. اینجا واقعا نمیدونم میخوام چه غلطی بکنم، ولی خب یه چند تا لوازم آرایشی دیروز خریدم. این ژل لیفت شیگلمو گرفتم، احتمالاً فیکه چون کلا 200 تومن خریدمش ولی خب انتظار دارم که واقعا مثل اصلش عمل کنه. و اینجا میبینید تست کردم و راضی بودم. الان که دارم این وایس رو براتون ضبط میکنم بچه‌ها کلا 12 ساعت رو ابروم بود و واقعا عالی بود، نه سفیدک زد نه اصلا لیفتش خوابید. رفتم سراغ کرم پودرم و واقعا ببین خیلی بیجون بودم، یعنی به زور داشتم، کلا فکر کنم 3 ساعت خوابیده بودم، به زور داشتم میکاپ میکردم و دوست داشتم که ادامه ولاگو براتون بگیرم که یه دفعه کات نشده باشه. کرم پودرم رو دقیقا رنگ پوستم زدم و بعد کانسیلر و کانتور که عاشقشم، واقعا خیلی از اون حالت استخونی که به صورت میده لذت میبرم و 100% پودر فیکس چون پوستم به شدت چربه و یه رژگونه‌ای هم دیروز گرفتم بچه‌ها، خیلی باحال و ملایم بود، رنگش دوستش داشتم و احساس میکنم دیگه خودتون دارین بقیه رو میبینین، نیازی به توضیح من نیست، البته تا اینجا هم نبود ولی خب و اینکه از تو ویدیو واقعا خیلی قشنگ‌تره میکاپم و دقیقا 1 رو به بعد آماده می بودم و می زدیم بیرون، اینجایی که گوشیمو نشون دادم چقدر انرژی دارید، آدم میخواد یه ذره خودش تکون بده. دقت کردید چقدر من Sizdə görsədəm oğlum. Sən görsətməyəcəksən, bizdə nə xalq biz görsədəcəyik.
برم میکاپمو پاک کنم چون که حسابی مالیدم. بچه به خدا دیگه حوصله ندارم فیلم بگیرم. اینو هم من قبول کنید و همینجا ولاگو تموم کنیم. اگه یادتون رفته که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، حتما انجام بدید. دوستتون دارم و اگر از این جور ولاگ ها دوست دارین لینک یه دونه دیگه ویدیو میذارم، برین ببینید. ماچ به کله همتون.